اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز جوش و خروش متحدانه کارگران در سراسر جهان علیه ظلم و ستم و نابرابری نظام سرمایه‌داری است. روز اول ماه مه، روز شور و شعف و رزمندگی کارگران برای خلاصی از مشقات نظام سرمایه‌داری و برپایی دنیای عاری از ستم و استثمار است. اکنون بیش از یک قرن از اولین اعتصاب اول ماه مه می‌گذرد. مبارزات پیگیر کارگران بسیاری از دولت‌ها را وادار کرده است که اول ماه مه را به رسمیت بشناسند و این روز تعطیل عمومی اعلام گردد. اما آنچه که سنت برگزاری مارش اول ماه مه را زنده نگه داشته، یک قرن تلاش، قهرمانی و جانبازی‌های همه ساله میلیون‌ها کارگر برای برپا داشتن این اعتصاب جهانی است. در ایران اول ماه مه میدان نبرد و مقطعی دیگر از روند مبارزه کارگران علیه نظام سرمایه‌داری با همه امکانات سرکوبش است. در روی و کشمکش بین نیروی کار و سرمایه، کارگران انقلابی و فعالین چپ و کمونیست شکست‌های تلخ و دردناکی را تجربه کردند و هم پیروزی‌هایی را هم به دست آوردند. قدمت این جنگ طبقاتی و سیر تاریخی آن گنجینه عظیمی از تجارب و سنت‌های ارزشمند مبارزاتی است که نیروی کار خود را با آن مسلح کرده و با اتخاذ تاکتیک‌های جدید و شیوه‌های متناسب مبارزه در دوره‌های مختلف مبارزه روزانه و روتین خود را پیش می‌برند. مروری کوتاه بر مراسم اول ماه مه‌ها در ایران مروری است بر این سنت‌های مبارزاتی جنبش طبقه کارگر و رشادت و جسارت فعالین این جنبش. قیام مردم ایران سلطنت پهلوی را سرنگون می‌کند. مردم پادگان‌ها را به تصرف خود در می‌آورند و ارتش در 22 بهمن ماه تسلیم می‌شود. این آخرین انقلاب بزرگ قرن 20 برپا می‌شود برای آزادی، برای عدالت، برای رفع فقر، اما ضد انقلاب در قامت خمینی و اعوان و انصارش در قالب جبهه لیبرال‌های متشکل از نهضت آزادی، جبهه ملی، بنی صدر و امثالهم فکرهای دیگری در سر دارد. هدف آنها حفظ بیکم و کاست ارتش شاهنشاهی، حفظ دستگاه دولت، بسیج توده‌ای فاشیستی در قالب کمیته‌های اسلامی، سازمان بسیج و سپاه پاسداران. برای سرکوب انقلاب و انقلابیون، سرکوب سازمان‌های سیاسی چپ و کمونیست، نیروهای مترقی، زنان و ملیت‌های ایران و سرکوب طبقه کارگر و زحمتکشان. بعد از قیام 1357 کارگران اکثر مراکز تولیدی در محل کار خود اقدام به ایجاد شوراهای کارگری کردند. قدرت شوراها به عنوان اصلی ترین پشتوانه کارگران چنان عظیم بود که تعداد زیادی از سرمایه‌داران و عوامل ساواک از ترس اینکه کارگران آنها را دادگاهی کنند پا به فرار گذاشتند و کشور را ترک کردند. عده‌ای از آنها نیز به زندگی مخفی روی آوردند. در سال 1358 صدها هزار نفر از کارگران کارخانه‌های مختلف تهران روز اول ماه مه را گرامی داشتند. کارگران در خانه کارگر شهر تهران گرد هم آمدند و به طرف میدان سپه رژه رفتند. کارگران خواسته ها و مطالبات خود را در خیابان‌های شهر تهران فریاد می‌زدند. شعارهایی که اون دوران به اصطلاح مطرح بود و مهم بود و مطرحش می‌کردن، من به یک سری از این شعارها اشاره می‌کنم که بیانگر اوضاع اون دورانه که مطرح می‌شد. مثلا یکی از شعارها این بود که کارگر زحمتکش بر علیه هر نوع سازش فریاد خود را سرکش، یا
میگفتن سهم کارگر رنج، سهم کارفرمایان گنج. اتحاد زحمتکشان اتحاد. مسئله بهداشت مطرح شد، مسئله مسکن و اینکه سواد حق مسلم هر کارگری هستش. و اون دوران که سرمایه‌دارا یه سری کارخانه ها رو ترک کرده بودن و رفته بودن، یکی از شعارهای اون دوران این بود که این کارخانه ها رو به دست کارگرا بسپارن که اونا خودشون اینو ادارش بکنن. حتی اون دوران بحث مسئله چیزم حق تساوی دستمزد برای کارگران زن و مرد مطرح شد. سال 58 چریکای فدای خلق بودن که اطلاعی داده بودن که از خانه کارگر اونجا جمع بشن، بعد از اونجا راهپیمایی کنن به طرف توپخونه. منتها چرا خانه کارگر بعد از انقلاب، بعد از این مدتی اتفاقا رهبر نوبت آقای حشمت رئیسی داشت، بعد با تعدادی از کارگرها رفتن خانه کارگر رو گرفته بودن. اون روزی که رفته بودن که بگیرن من نبودم البته، ولی همون شبش یدی خسروشاهی یدالله خسروشاهی به من زنگ زد بود که وارد خانه کارگر رو گرفته، الان بیشتر دست چپ ها هستش. بعد این بود که اون موقع خانه کارگر در واقع آزاد بود، دست نیروی چپ بود. بنابراین چریکای فدایی هم اطلاعی میدن که اون موقع دیگه همه چریکای فدایی بودن که همون تیکه تیکه و انشعاب و این تو چیزا نشده بود. بعد در حال تقریبا یه 400-500 هزار نفر که همه همین معتقدون رو قبول داشتن که میگفتیم میشمردیم مثلا حدودی، معتقد بود همین 400-500 هزار نفر جمعیت اومده بود که از اونجا شروع به راهپیمایی. حقیقت کلام اینه که وسط راه حزب الله رو شروع کردن که یواش یواش حزب الله دارن شکل و سامان میگیرن برای خودشون. اینا هم شروع کردن اومدن و بگیر و بزن درگیری ایجاد کردن و خیلی درگیری ایجاد کردن تا اینکه بالاخره مجبور شدن که یعنی در داندن اونجا مجبور که تو وسط راه فکر کنم میدان شاه اسمش بود، اونجا قطعامه بخونن و بعد پایان اعلام کنن. بسیاری از عوامل سرمایه و خصوصاً حزب اللهی‌ها تلاش کردند تا این مراسم را به کنترل خود درآورند و خواست و مطالبات کارگران را به انحراف بکشانند. آنها قطعنامه جداگانه‌ای تهیه کرده بودند و تلاش می‌کردند که تمام بندهای آن را در قطعنامه کارگران بگنجانند. در یکی از بندهای آن آمده بود: ما ضمن پشتیبانی از مبارزات ضد امپریالیستی آیت الله خمینی و آیت الله طالقانی از طرح انقلابی شوراهای ایالتی و ولایتی حمایت کرده، خواستار شرکت فعال تمام طبقات و اقشار در این شوراها میباشیم. در همان سال کارگران کارخانه تراکتورسازی تبریز و شمار زیادی از کارگران مراکز دیگر از پارک گلستان به طرف استادیوم ورزشی شهر را پیمایی کردند. آنها با سر دادن شعارهایی همچون یاشاسین یکمی، حقوق کارگران باید پرداخت شود، نان، مسکن، آزادی، کارگران جهان متحد شوید، چاره رنجبران اتحاد و تشکل است، اول مهر را گرامی داشتند. به وفور و به طور وسیع تو سطح شهرهای مختلف اول ماه مه ها برگزار می شد. مال برگزاری اول ماه مه 58 تبریز اساساً کارگران کارخانه تراکتورسازی بودن که تعداد زیادی از تو پارک گلستان تجمع کرده بودن و میخواستن به طرف استادیوم ورزشی راهپیمایی بکنن. این راهپیمایی چون دستان اون دوران دیگه شروع کرده بودن، واقعا حملات خودشون رو شروع کرده بودن از همون سال 58 که اینا بر سر راه کارگران واسطاده بودن اونجا و میخواستن اینا رو به طرف باغ شمال ببرن. مسیر راهپیمایی از پارک گلستان شروع میشد و از طریق خیابان پهلوی به طرف میدان ساعت و از آنجا از طریق خیابان شاپور شمالی به طرف باغ شمال یعنی میدان ورزشی شهر تبریز ختم میشد. صفوف کارگران در میدان ساعت تبریز با جمعیتی از حزب اللهی‌های چماق به دست روبرو شد
که در ابتدای ورود به خیابان شاپور شمالی صف بسته بودند و از ورود کارگران به این خیابان جلوگیری کردند. آنها مسیر خیابان پهلوی به طرف دانشگاه را باز گذاشته بودند و مدام از کارگران می‌خواستند تا مسیر خود را به سمت دانشگاه تغییر دهند. اعتراضات سازمان دهندگان مراسم اول مه و نمایندگان کارگران بر علیه این قلدری آشکار اسلامی‌ها و عوامل دولتی به جایی نرسید. سرانجام صفوف کارگران دوشقه شد. بخشی از آنها به سمت دانشگاه رفتند و بخشی دیگر همچنان به رفتن به باغ شمال پایش فشاری کردند. به تدریج بر تعداد کارگرانی که همچنان می‌خواستند به سمت باغ شمال بروند افزوده شد و کارگران توانستند صف حزب اللهی‌ها را در هم شکنند و مسیر خود را به سمت باغ شمال باز کنند. در این موقع حزب اللهی‌ها با سر دادن شعار مسلمان دانشگاه کمونیست باغ شمال به کارگران حمله کردند و پلاکاردهای آنها را در هم شکستند. با این وصف تعداد زیادی از کارگران با جنگ و گریز راه خود را به باغ شمال ادامه دادند. در 3 سال پیاپی 1358 1359 و 1360 مراسم اول ماه مه در اکثر شهرهای ایران برگزار گردید. پس از جابجایی قدرت در ایران در سال 57 و اطلاع انقلابی ما شاهد برگزاری مراسم‌های وسیعی توی ایران بودیم که این مراسم‌ها به صورت راهپیمایی در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار میشد و کارگران به طور وسیع درش شرکت داشتن. مثلا من نمونه هایی که بتونم در شهرهای شمال بگم، مثلا در شهر رشت ما شاهد برگزاری تظاهرات 10,000 نفری و اینا بودیم که واقعا روز اول ماه مه رو در شهرهای شمال خیلی به صورت یک روزی که کارگران به طور وسیع در شرکت داشتن و با کارخونه های مختلف با پلاکارت های خودشون و با مسائل مشخص خودشون درش شرکت داشتن، واقعا چشمگیر بود و تمام سطح شهر رو به عنوان این روز جهانی کارگر انعکاس پیدا می‌کرد. در سال 58 در شهرهای کردستان بخصوص در شهر سنندج یک راهپیمایی وسیع و بزرگ با شرکت سندیکای کارگران پروژه‌ای که در اون دوران سالهای 50-58 2000 عضو داشتند و کارگران متشکل در شورای کارخانه شاهو در این حرکت حضور داشتند و کارگران پروژه‌ای و کارگران صدر قشلاق. اینا کارگرانی بود تقریبا متشکل بودند در جمع‌هایی از 20-30-40 به بالا و این حضورشون در این حرکات کارگری من به یاد دارم. در این تظاهرات و اکسیونی که به مناسبت اول ماه مه 11 اردیبهشت در شهر سنندج برگزار شد، سخنران این مراسم یکی از کارگران زن در کارخانه شاهو بود که سخنران این مراسم در میدان آزادی شهر سنندج بود بعد از راهپیمایی که اونجا بود و حتی در کنار اینها سندیکای کارگران منوای سنندج هم حضور داشتند. یعنی این جمع از کارگران پوشاک شاهو، کارگران پروژه‌ای و کارگران متشکل در شورای کارخانه شاهو و کارگران صدر قشلاق، سندیکای کارگران پروژه‌ای که 2000 عضو داشتند، اینا حرکتی متشکل رو برگزار کردن در روز اول ماه مه و در همین سال در شهرهای دیگه از جمله اشنویه، بوکان، مهاباد در شهر مهاباد مثلا در میدان به اصطلاح میدانی که به اسم چوارچرا مشهور هستش، این میدان به میدان برگزاری
کمپین اول ماه می 11 اردیبهشت سال 58 مبادر شد و حتی در سال 59 هم در شهر مهاباد این مراسم برگزار شد. مثلا در شهر اشنویه این اکسیون کارگری از میدان سیدآباد مثلا شهر اشنویه که وقتی آقا شروع کرد تا در خیابان ساحلی این اکسیون به پایان رسید و در محل میدان ساحلی جمعی از فعالین کارگری و نماینده سازمان‌های چپ و کمونیست در رابطه با اول ماه می ویژگی‌های خاص اول ماه می سخنرانی کردند. و در شهر بوکان در اون دوران هم در سال 58 و هم در سال 59 و هم در سال 60 با توجه به شرایط ویژه‌ای که در اونجا بود مراسم‌های اول ماه می برگزار شد. ویژگی خاصش هم این بود که از کارگران پروژه‌ای، کارگران ساختمانسازی و نانوایی‌ها در این راهپیمایی‌ها شرکت داشتند و انسان‌های رادیکال و سوسیالیست هم تو این مراسم‌ها حضور داشتند و با شعارهای زنده باد اول ماه می، زنده باد طبقه کارگر، کارگران جهان متحد شوید این مراسم‌ها برگزار شد. رژیم اسلامی که بر موج انقلاب سوار شده بود با اتکا به نفس و آمادگی کامل به پیشواز نبرد با کارگران آمد. اما درجه آمادگی رژیم در آن زمان برای چنین مبارزه‌ای قابل مقایسه با آمادگی کارگران نبود. جمهوری اسلامی هنوز نتونسته بود به طور کامل و در همه ابعادش بر موج انقلاب سوار بشه. به همین دلیل از فضای بازی که موجود بود کارگران و نیروهای انقلابی می‌خواستن نهایت استفاده رو بکنند و برگزاری مراسم‌های اول ماه و نمایش قدرت خودشونو به نوعی به نمایش بگذارن و از این فرصت استفاده بکنن و دقیقاً تو این اوضاع احوال بود. یعنی شور انقلابی انقدر زیاد بود، اعتراض انقدر زیاد بود که در مورد دیگه طبقه کارگر به عناوین مختلف نمایش قدرت میداد، طوری که بود که خمینی مجبور شد یه جا بگه اصلا خدا هم کارگره یا پیغمبر دست کارگران رو میبوسه. اینو میخوام بگم به این دلیل میارم که فضای انقلابی اون دوران مجبور اینجوری بود که حتی خمینی مجبور بود این حرف بزنه. خمینی با اعلام اینکه خدا هم کارگر است و پیغمبر بر دست کارگران بوسه میزد تلاش کرد تا طبقه کارگر را قانع کند که نیازی به رسمیت شناسی این روز نیست. وقتی این حیله کارگر نیفتاد، نیروهای لباس شخصی در همکاری و هماهنگی با نیروهای اطلاعاتی و پلیس از هیچ اقدام ممکن برای شناسایی فعالین کارگری و کمونیست فروگذار نکردند. علاوه بر حضور در مقابل کارخانه‌ها و مراکز کاری و تهدید و ارعاب کارگران برای خنثی کردن مبارزاتشان، روش‌های دیگری هم برای ارعاب و سرکوب کارگران و خانواده‌هایشان به کار گرفته شد. این خاطر رو هم بگم، همیشه هم میگم، در حال همیشه این خطرها، این گرفتاری‌ها بود. حتی تو تحسن یا اعتصابات تظاهراتی که سال 57 داشتیم چندی بار قطعه‌ها رو من می‌خوندم همیشه. بعد اینی که چند بار از این چند جا من حمله کردن ولی خوشبختانه کارکنان و کارگران از ما محافظت کردن در رفتن. اینجا هم همون اتفاق افتاده بود. منتها من یه خورده ناشنوایی در آورده بودم. 4-5 نفر با خشونت اومدن طرف منو دارم صحبت می‌کنن، بحث می‌کنن و از این صحبتو منم دارم جوابشون میدم. یه مرتبه خوشبختانه دوست از این کارگرایی که چپ بودن و بعد مهربان بودن خیلی اومدن، یکیشون به من داد زد چیکار داری می‌کنی؟ اینو می‌خواد تو رو بکشن. تو چیکار داری می‌کنی؟ بعد اینکه بیا برو بیرون. بعد دست منو گرفتن یکی اینوری که از من محافظت کرده بودند و بعد یواشاش منو از کوچه باز کوچه ها قسمت تهران بود بعد فراری دادن در واقع به نوعی میشه گفت، چون اینا نشونه کرده بودن که این نفری که داره اینجا شعار مهار میده. بعد اتفاق داره سالمه درباره اون روز. در سال 1358 در شهر آبادان نیز بیش از 50,000 نفر در اول ماه مه راهپیمایی کردند. عصر همان روز مراسمی با حضور 10,000 نفر در محل سندیکای پروژه‌ای برگزار شد. عوامل سرمایه و نیروهای ویژه طرفدار خمینی به صف کارگران یورش بردند
و عده‌ای از شرکت کنندگان مراسم اول ماه مهر را مورد ضرب و شتم قرار دادند. رفسنجانی در سخنرانی خود در این مورد عنوان کرد: کارگران متحسن از اردشیر زاهدی پول دریافت می‌کنند و برای درهم شکستن انقلاب تحسن به راه می‌اندازند. این حیله و ترفندها نیز کارگر نبود و وزن و جایگاه اجتماعی طبقه کارگر و شدت اعتراضات و مبارزات در آن زمان عوامل سرمایه را به عقب راند و روز 11 اردیبهشت را به عنوان روز کارگر به رژیم اسلامی تحمیل کرد. رژیم اسلامی مانند ماری زخمی مترصد فرصتی بود تا تعرض کارگران را پاسخ دهد. البته همین خانه کارگر سال 59 و به بعد، یعنی بعداً به وسیله آقای رفسنجانی به آقای محجوبینا گفته بود که هنوز محجوبینا اونجا هستن که برین خانه کارگر رو بگیرین، اون مهمتر از همه است. سال 59 دیگه خانه کارگر هم کرده بودن، از دست چیزا گرفته شد، از دست چپ ها که همین رفسنجانی گفته بود محجوبینا گرفته بودن و در اونا از اونجا شروع کرده بودن. بعد ماها اومدیم از میدان خراسان شروع کرده بودیم که اونجا یک دفتر دیگه به وجود آمده بود شبیه دفتر خانه کارگر در تهران پارس، یک آپارتمانی بود اونجا معمولا جمع می‌شدن، چپ‌ها هم روشنفکرای چپ هم توش بودن، بعد کارگر اونجا جمع می‌شدن، کارگر چپ بیشتر. بعد اونجا قطعنامه‌ای درست می‌کنیم و بعد شعارها رو تنظیم می‌کنیم و بعد قرار شد که از میدان خراسان شروع کنیم. بعد از اونجا شروع کردیم راهپیمایی به طرف میدان فوزیه بریم که متأسفانه اونجا هم همین بین راه خیلی حمله میکنه که اتفاقا من تو مینیبوس اول بودم، شعار میدادم، بقیه هم تکرار میکردن شعاری که انتخاب کرده بودن. بعد وسط راه که دیدم تیغ شیشه مینیبوسی میزنن، پنجره ها رو میزنن فلان، هم میکرد ولی ما قطع نکرده بودیم. ولی بعد بچه ها اومدن گفتن که بابا تا میدان فکر کنم شهدا بشن. اونجا که رسیدیم بچه ها گفتن دیگه بابا قطع کنی چون درگیری خونی میشه اون وقت. اصفهان مثلا خیلی خوب برگزار شده بود، شنیده بودم که از دوستام تو بالاشو کار میکنه، یک نماینده داشتم، خودم نماینده بودم، اصفهان میرفتیم، شیراز میرفتیم، تو دور میزنیم، بعد گاهی جلسه میذاشتیم سراسری با هم، غیر از داستان اول مهمه. ولی در حال اونجا اکثر جاها خوب برگزار شد. مشهد شنیدم خیلی خوب بود، پر جمعیت بود، خیلی خوب. ولی خب چون موقع آزادی تقریبا وجود داشت دیگه، که بعدن که اینا سوار شدن و مستقر شدن متأسفانه همه جا دیگه به هم خورد. اواخر سال 1358 کارگزاران مؤسسه کار و تامین اجتماعی رژیم اسلامی دو پیشنویس، یکی درباره قانون کار و دیگری در مورد قانون شوراها را تهیه کردند و به صورت محدود تکثیر و در اختیار مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت. یکی از خواستای خیلی جدی و مهم بود تغییر قانون کار بود. قانون کار رو خیلی روش فشار داشتیم. قانون کار اتفاقا همین توکلی بعد البته شدن وزیر کار. بعد ایشون قانون کاری آورده بودن، با پیشنهاد میدادن، بعد قبول نمی‌کردیم دیگه، هیچ کس قبول نمی‌کرد. بعد آخرش هم اومدن رفتن تو دخانیات با آقای ناطق نوری چون آخوند بود، بگن که دور برش باشه بهتره. اونجا پیشنهاد دادن، اونجا سر صدا کردن، بعد به گوش ما هم رسید، ما هم سر صدا کردیم، در حال همش پس گرفته میشد، انجام نشد. این قانون کار بعد از حملات وحشیانه رژیم در سال 1360 در شرایطی که روزانه صدها نفر از جمله کودکان به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شدند مطرح شد. کشتار وحشیانه سال 1360 رژیم را در موقعیتی قرار داد تا این بار قوانین دلبخواهش را برای نیروی کار تعیین کند. بعد از مدتی مدیران دولتی به کارخانجات فرستاده شدند، قدرت اجرایی شوراها را گرفتند و شوراها منحل شدند و شوراهای اسلامی کار را جایگزین کردند. با این وصف پیشنویس قانون کار رژیم اسلامی با اعتراض وسیع توده کارگر روبرو شد. کارگران همچنان خواستار لغو پیشنویس قانون کار بودند و یک قانون کار مترقی با مشارکت نمایندگان کارگری را مطالبه می‌کردند. اعتراضات کارگران دولت را وادار کرد تا پیشنویس قانون کار را پس بگیرد و همچنین احمد توکلی را برکنار کند. در اول ماه مه سال 1360
کارگران تهران بار دیگر در میدان بهارستان گرد هم آمدند. آنها قطعنامه چند مدعی را قرائت کردند و علیه پیشنویس قانون کار جمهوری اسلامی شدیداً اعتراض کردند. وزارت کار و امور اجتماعی رژیم پیشنویس دیگری از قانون کار را تهیه کرد و روزنامه کیهان در 30 آذر ماه سال 61 آن را منتشر کرد. در این متن که با عنوان طرح پیشنویس قانون کار منتشر شد، مبنای رابطه کار و سرمایه را بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی به رابطه مالک و مستاجر تشبیه کرده بود. در این قانون کار نامی از کارگر به میان نیامده بود. قانون کاری که بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی تنظیم شده بود، ساعات کار، مرخصی و دستمزد کارگران را به توافق طرفین مالک و مستاجر واگذار می‌کرد. بخشی از فصل 4 این قانون کار مربوط به کار کودکان بود. در این بخش آمده بود به کار گماردن کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد کار به وسیله ولی یا قیم او صورت گیرد. در این قانون کار که از احکام اولیه فقه اسلامی سرچشمه گرفته بود، نه ممنوعیت کار کودکان در سنین پایین مطرح بود و نه تعیین ساعت‌های قانونی کار یا مرخصی با حقوق و نه حداقل دستمزد و غیره، تا چه رسد به مقررات مربوط به اخراج و حمایت از کارگران. در سال 1361 ابوالقاسم سرحدی زاده که قبلا رئیس شورای سرپرستی زندانها بود، جانشین احمد توکلی شد. در پی این تغییر و تحول به چند نفر از وزیران مأموریت داده شد تا پیشنویس دیگری را تهیه کند. لایحه کار حدوداً 1 سال و نیم در کمیسیون کار و امور دارایی و استخدامی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی و تغییراتی در آن حاصل شد. تغییرات حاصله در پیشنویس جدید مجدداً مورد اعتراض کارگران قرار گرفت. به موجب موج وسیع اعدام‌ها به ویژه در سال 1362 و سرکوب خونین انقلاب 57 فضای سیاهی کل جامعه را پوشاند. از آن پس رژیم اسلامی تلاش کرد که کارگران را وادار کند در اول ماه مه در مراسم دولتی و در سالن‌های دربسته شرکت کنند. در سال 64 در پیشنویس قانون کار تلویحاً روز کارگر تعطیل اعلام میشه از جانب رژیم. حتی با نمایش جنگی در سال 65 میخواست با تهدید و بیکارسازی این وضعیت رو به یک گوشه سایه بندازه بر وضعیت روز جهانی کارگر، اما کارگران ساکت ننشستند و این وضعیت و شرایط رو به یک گام به جلو بردن و حتی مراسم هایی که رژیم میخواست به اسم خانه کارگر یا به شیوه های مختلف برای دفاع از وضعیت و شرایط جنگی رژیم تبدیل بکنه، کارگران رو تحریم میکردن. در شهریور سال 1365 پیشنویس 4 قانون کار جمهوری اسلامی نیز به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهر ماه سال 1365 به تصویب مجلس رسید. این چند پیشنویس هر بار که مطرح می‌گردید در نتیجه اعتراض کارگران تغییراتی در آن حاصل می‌شد. پس از آن 1 سال دیگر در کمیسیون یاد شده به عنوان کمیسیون اصلی و چند کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی بررسی شد و سرانجام برای شور دوم به مجلس فرستاده شد. در این مرحله مجلس جمهوری اسلامی طی 16 جلسه درباره لایحه کار بحث کرد و مفاد قبلی قانون کار را که بر اساس احکام فقه الهی تنظیم شده بود قیچی کردند. در همان سال نسل جوانی از فعالین چپ و کمونیست در شهر سنندج پا به میدان مبارزه گذاشتند و کل بورژوازی ایران را به جنگ طلبیدند. آنها شجاعانه حکم و اداره حکومت اسلامی سرمایه را نادیده گرفتند و اول مه را با برافراشتن پرچم سرخ سوسیالیسم گرامی داشتند. این فعالین که در تشکل خود تحت عنوان اتحادیه صنعتگر متشکل شده بودند، در اول مه‌ها شهر را از سال 65 تا سال 67 به عرصه آوای سرود انترناسیونال و سردادن قطعنامه‌هایی تبدیل کردند که خطوط یک قانون کار انقلابی را به دست می‌داد.
فعالین کارگری و کمونیست شهر سنندج قانون کاری مترقی را تدوین کرده و اقشار ستمدیده را حول قانون کار آلترناتیو و نیز خواسته های رادیکال خود بسیج کرده بودند. در مراسم اول مه‌ها قرائت و برای به وقوع پیوستنش مبارزه می کردند. سالهای 64 اولین باشروع اولین حرکت‌های کارگری در کردستان، جنبش مستقل کارگری، اتحادیه‌های مستقل کارگری پیوندی رو داد به تمام کارگران که بتونن این روز رو برگزار کنن و با وضعیتی که جنبش چپ در کردستان ایجاد کرده بود، زمینهایی که باز شده بود، باعث شد که بتونن بخش بزرگی از کارگران رو به وادار آورن که به جمعی گسترده تبدیل بشن و بتونن این مراسم ها رو برگزار کنن که به PDP ادامه داد در سالهای 64 65 66 68 68 و هر سال پیاپی روز کارگر با وسعت تمام در تمام شهرهای کردستان برگزار میشه. مراسم 64 در بخشی از مناطق کارگری کردستان و در بخشای از مناطق بخشای کوچک کارگری در اونجا جمع شده بود در اونجا برگزار شد، ولی به این طور نبود که توی قسمت مستقل باشه، در جمع‌های مختلف کارگری برگزار میشد. یعنی نتونسته بود خودش رو به اون شکل برسونه که در سطح وسیع در یه جای مشخصی چیز کنه، ولی در جمع‌های کوچکی برگزار شد. مراسم اول مه در سال 1365 در پاساژ ناصر رنجاوری، سال 66 در سالن تختی و سال 67 در پاساژ عزتی برگزار شد. رژیم اسلامی که با خونباران کردن جنبش انقلابی مردم کردستان موفق شده بود که کردستان را اشغال کند، سرمست از پیروزی بود و تصور می‌کرد می‌تواند مبارزات کارگران و توده مردم کردستان را به کنترل خود درآورد. بعد از بیرون رفتن کمونیست‌های متشکل در کومله، نخستین باری بود که در کردستان مراسم اول مه با چنین وسعتی از جانب خود کارگران برگزار می‌شد. ببینین توی کردستان به هر حال کمونیست‌ها ریشه عمیق‌تری داشتن. به طور واقع مبارزات انقلابی مردم کردستان، وجود حزب کمونیست ایران و کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، سنت‌های مبارزاتی را تو این جامعه بنا نهاد که راحت نمیتونستن اونجا دیگه ریشه کنش بکنن. سنت مبارزه انقلابی تو کردستان و به ویژه وجود سازمانی مثل کومله باعث شده بود که سنت‌های مبارزاتی انقلابی تو جامعه باشه که اینا نتونن راحت ریشه کنش بکنن. به همین دلیل کردستان ویژگی‌های خاص خودش رو داشت و این سنت مبارزاتی کماکان در اونجا ادامه داشت. برگزاری مراسم مستقل کارگری اول مه در شهر سنندج نتیجه تحرکی بود که جنبش کارگری در کردستان برای نخستین بار با نسل جدیدی از فعالین کارگری سوسیالیست آغاز می‌کرد. توده‌های کارگر با تاکید بر این خواسته‌های عاجل در 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر حقوق خود را برای برخورداری از یک زندگی انسانی مطالبه می‌کردند. طرح این خواست در اوضاع احوالی که رژیم اسلامی سرمایه با تمام قوای ارتجاعیش توده‌های کارگر را به طاقت فرساترین کار شاق در کنار بیکاری میلیونی محکوم کرده بود و تمام قدرت مخرب خود را برای پایین آوردن سطح دستمزدهای واقعی و راندن کارگران به زندگی کردن در زیر خط فقر به کار انداخته بود. کارگران کمونیست در کردستان با تمام قوا بر حق انسانی توده‌های کارگر و اکثریت مزدبگیران جامعه برای برخورداری از آسایش و رفاه تاکید می‌کردند و پرچم مبارزه علیه این اوضاع نکبتبار را استوار به استحضار درآورده بودند. سال 65 اتحادیه یعنی اتحادیه صنعتگران کارگران، اونایی که تشکیل دهندش بودن، تونستن
این جمع‌های کوچیکی که وجود داشتن در قسمت‌های مختلف بخش‌های کارگری سنت‌جر، این جمع‌های مستقل کوچیک رو به دور خودشون جمع کنن و اون اتحادیه صنعتگران رو تشکیل بدن که اون اتحادیه صنعتگران با فعالیتی که داشت، با تلاشی که بچه‌های اون زمان انجام دادن، تونستن این همه جمع‌ها رو جمع کنن و از بین اونها یک کمیته هماهنگی تشکیل بدن که تونست مراسم روز اول کارگر رو تو سر سنندج با جمع زیادی از کارگران برگزار کنه و به عنوان اولین حرکت مستقل روز اول کارگر رو در کردستان سازماندهی کنه و به نمایش بگذاره که تونستن، یعنی اولین باری بود که تونستن به طور مستقل جدا از مراسماتی که اداره کار برگزار میکرد، مراسم‌های دولتی بگذاره، اینو به طور مستقل با هرچند که تجربه های زیاد کافی هم وجود نداشت ولی تونستن برگزار کنن و این خیلی در آن زمان نقش مهم و تعیین کننده داشت و خیلی مهم بود که برای اولین بار در کردستان یه اتحادیه مستقل کارگری، اتحادیه صنعتگر، تونسته این مراسم رو برگزار کنه. قطعنامه اول ماه می سال 67 در سنندج یک قطعنامه 20 ماده‌ای بود که این قطعنامه از جمله خواستهایی در رابطه با ایجاد کار، سیاست محکوم کردن سیاست جنگی و یا خواستار ممنوعیت کار کودکان، کار زنان، کارهای کنتراتی و در این رابطه خواستار برقراری 40 ساعت کار یا خواستار مثلا مسکن مناسب و در این رابطه که این قطعنامه 20 ماده‌ای کارگران شهر سنندج در اون دوره تأثیر بسزایی در روند مبارزاتی و رشد مبارزاتی کارگران داشت. یعنی تمام برنامه جدا از اون بود که اداره کار یا دولت یا قانون کار اون زمان تصویب میکرد. اینه در این خط مقابل اون چیزی بود که اون زمان میخواستن تحمیل کنن، چون که اینا سیاستشون این بود که اگه مستقیم نمیخواستن سرکوب کنن با همون سیاست، مثلا در مقابل اون شورای مستقل کارگری اومدن شورای اسلامی به حد فعالتر کردن، نیروهاشون رو فعالتر کردن که بتونن در مقابل این جنبش، این حرکت مستقل کارگری خودشون نشون میده. ولی تا اونجا که به ذهنم میرسه مطالبات اون زمان بیشتر در اون حد بود که شوراها باید کارگران خودشون تعیین کنن، این نبودی باید چون تعمیل بشه. بعد همون قانون 8 ساعت کار بود، بعد بیمه بیکاری بیشتر بود، حق مرخصی زمین برای کارگران بود و حق ترانسپورت بود، بهداشت در محیط کار بود و برگزار کردن حرکت روزهای مستقل کارگری بود، روز کارگر به رسمیت شناخته بشه و مستقلاً توسط کارگران برگزار بشه. برگزاری روز جهانی زن و تلاش جدی برای دفاع از حقوق زنان، تشکیل اتحادیه صنعتگر در سنندج، دایر کردن صندوق کمک مالی، ایجاد کلاس‌های نهضت سوادآموزی، مبارزه علیه شکل‌گیری شوراهای اسلامی کار، تلاش برای ایجاد شوراهای کارگری و غیره، جلوه‌های دیگری از همین تحرک تازه جنبش کارگری در کردستان بودند. کارگران خواسته‌های صنفی و سیاسی خود را مطرح و برای دستیابی به آنها مبارزه می‌کردند. حضور و نفوذ کمونیست‌ها در کردستان سنتی را پایه‌ریزی کرده بود که رژیم اسلامی هیچگاه نتوانست آن را بشکند و تحت شعاع خود قرار دهد. کارگران به رژیم اسلامی سرمایه و همه سرمایه‌داران اعلام کردند که در کردستان نیروی تازه‌ای به میدان آمده است که تمامیت حکومت ارتجاعی اسلامی و نظام سرمایه‌داری را به مبارزه می‌طلبد. رژیم اسلامی سرمایه که به بهانه جنگ با عراق حضور نظامی خود در کردستان را دوچندان کرده بود، بسیاری از فعالین این حرکت را دستگیر کرد و به زندان انداخت. آخرین مراسم که سال 68 برگزار شد تو سالن تختی که بون وسط، دیگه بعد از اون ما مراسم‌های کوچیکی این ور داشتیم، ولی بعد از اون زمان که دیگه بچه‌ها ضربه خوردن و بعد اکثر بچه‌ها گرفته شدن و جمال یادش بخیر اعدام شد، برمیگردیم اون سالا که واقعا یه روز پرشوری بود. تعداد زیادی از اومده بودن، مردم از شور و شوق خاصی داشتن اون روز، اصلا تو شهر احساس میکردی تمام شهر میلیتاریزه شده بود، ولی خب با اون شرایط هم اون روز برگزار شد که من خاطره خوبی ازش دارم
که یادش بخیر بچه ها سخنرانی خاص خودشو کردن، جماعت سخنرانی خودشو کرد، ولی شور و شوق خاصی بود چون که به نسبت سالهای گذشته با اون شرایط جو امنیتی که وجود داشت ولی مراسم خیلی وسیع برگزار شد و از تمام بخش‌ها توش شرکت داشتن و قطعنامه خوبی اون زمان تصویب شد و بعد از اون جریان هم هرچند هدفی نبود که به تظاهرات راه کنیم، ولی بعد از اون مراسم هم تمام شد به حد وسیعی از مردم از سالن اومدن بیرون و به کارت تظاهرات علنی تو دور و بر اون سالن و خیابان‌های اطراف کشیده شده بود که خاطرش هیچ وقت فراموش نمیشه. در اوایل خرداد ماه سال 68 جمال چراغ‌ویسی یکی از سازماندهندگان اول مهمه دستگیر شد. حامیان سرمایه که کینه عمیقی از برگزاری با شکوه مراسم روز جهانی کارگر در دل داشتند، وحشیانه به جان این کارگر آگاه و مبارز افتادند و او را تحت شکنجه‌های شدید قرار دادند. سلول انفرادی، شکنجه، آزار و اذیت فراوان نتوانست اراده استوار او را در هم بشکند. رژیم اسلامی سرانجام جمال چراغ‌ویسی را پس از تحمل ماه‌ها زندان و شکنجه در اوایل بهار سال 69 و در آستانه اول مهمه همراه با 16 زندانی دیگر اعدام کرد تا از برپایی میتینگ و تظاهرات کارگران سنندج جلوگیری کند. در همان سال قانون کار ارتجاعی حاکمیت سرمایه از قبل کشتار وسیع زندانیان سیاسی در سال 67 و ایجاد فضای خفقان به تصویب مجلس رسید. کشتار وسیع زندانیان سیاسی از یک سو، پایان جنگ ارتجاعی جمهوری اسلامی و رژیم بأس عراق از سوی دیگر و همچنین اعدام دست جمعی زندانیان همراه با کنترل شدید پلیسی و امنیتی در سطح سراسری و تشدید هرچه بیشتر فضای رعب و سرکوب کارگران را مجبور کرد روز جهانی خود را در گرد همایی‌های کوچکتر در محلات شهر و مراکز کارگری و با اعلام نفرت و بیزاری از حکومت اسلامی گرامی بدارد. بعد از مراسم بود، بعد از سالهای 68 بود که کلاً اکثر بچه‌های تشکیل دهنده اون اتحادیه صنعتگران و اون کمیته اول مهمه اکثر بچه‌ها ضربه خوردن، اکثرا به زندان افتادن. اون زمان ما 2 زندان بودیم، ولی چیزی که جالب بود برای خاطر انگیز برای من مونده، اون زمان اکثر جریانات تو زندان به نام‌های مستقل سازمان‌های مختلف بودن، ولی برای اولین بار اون زمان یه کارگران زندانی داشتیم، جنبش اول مهمه رو داشتیم. یعنی یه چیز جدیدی بود، یعنی تو حتی با اینکه ضربه خورده بودی تو زندان هم هنوز چیز خوش رو داشت. یعنی بچه‌هایی که گرفته شدن به عنوان بچه‌های اول مه یا زندانیان اول مهمه یا بچه‌های کارگران زندانیان کارگر اون زمان تو زندان هم یه بچه خوش رو نشون داد. یعنی تو چیزایی که تو زندان وجود داد به عنوان یه چیز مستقل اونجا به شناخته شده بود، هرچند رژیم هم خیلی باهاش مقابله میکرد که اصلا وجود نداشته باشه، چون اکثر زندانیان به عنوان ضد انقلاب معرفی میکرد، ولی این به عنوان اون زمان خودش رو نشون داد. حتی زمانی هم که تو زندان تونست، حتی تو زندانم بعد سالهای تونست روز کارگرم تو زندان در حد یه کوچه تو اون شرایط هم بتونه اونجا برگزار کنه و خودش رو نشون بده که این جنبش که هنوز نمرده، حتی با اینکه ضربه خورده، حتی بچه‌ها ازش بین رفتن، حتی جمال اعدام شده، حتی بچه‌های دیگه تو شهرهای دیگه اعدام شدن، ولی هنوز وجود داره و نفوذ خودش رو تو حتی تو این محیط هم وجود داره و میخواد اون اهدافی که داشته پیش ببره. طیف وسیعی از کارگران و فعالین کارگری همچنان هزینه‌های سنگینی را با جان می‌خریدند و با در گرو گذاشتن تنها سرمایه زندگیشان تلاش و مبارزه کردند تا با برگزاری میتینگ و مراسم اول مهمه و 8 مارس این سنت مبارزاتی جنبش طبقه کارگر را زنده نگه دارند. آنها هر سال خواست و مطالبات طبقاتی خود را مطرح می کردند و کماکان مشعل مبارزه طبقاتی را
به دست گرفته بودند. احمد بهرامی، معروف به استاد احمد صافکار، کارگری مبارز و یکی از فعالین کارگری سرشناس شهر سنندج بود. در سال 1369 او به همراه چند تن دیگر از فعالین کارگری شروع به سازماندهی کارگران برای برگزاری مراسم اول مهمه و 8 مارس کردند. سال 69 به همراه چند تن از رفقایش دستگیر شد و بعد از تحمل 3 ماه زندان دوباره مراسم اول مهمه و 8 مارس را سازماندهی و طیف وسیعی از کارگران و مردم زحمتکش را مجدداً حول خواسته ها و مطالبات مطرح شده در اول مهرهای گذشته متشکل کرد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی دوباره او را به زندان انداختند و بعد از 4 ماه زندان و شکنجه و آزار و اذیت سرانجام او را به همراه خانواده‌اش به شهر اردبیل تبعید کردند. استاد احمد با توجه به خصلت و شم طبقاتیش هر جا می رفت کارگران را از حق و حقوق خود آگاه می کرد. این باعث وحشت و هراس برای حاکمان سرمایه شد و سرانجام در 19 خرداد ماه سال 71 او را در محل کارش ترور کردند. بعد از سرکوب کارگران در سنندج مبارزات کارگران متوقف نشد و مانند آتش زیر خاکستر این بار در شهر سقز زبانه کشید. فعالین کارگری در شهر سقز با اتخاذ تاکتیک‌های جدید مبارزاتی بار دیگر موفق به برگزاری اول مهمه به شکل علنی شدند. در سال 1373 جمعی از کارگران خباز شهر سقز از اداره کار تاییدیه گرفتند تا جلسه‌ای به منظور ایجاد یک تشکل صنفی برگزار کنند. اداره کار نماینده‌ای را به جلسه کارگران فرستاد. کارگران بر ایجاد انجمن صنفی پای فشردند و نماینده اداره کار را وادار کردند که با خواست آنها موافقت کند. بالاخره نماینده اداره کار قبول کرد و به این شکل انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز شکل گرفت. کارگران با استفاده از این امکان قانونی بلافاصله خود را سازمان دادند و در اولین فرصت بیشتر از 90% از کارگران خباز شهر را بیمه کردند. آنها همچنین با دایر کردن کتابخانه، ایجاد کلاس‌های سوادآموزی، صندوق مالی و غیره طیف وسیعی از کارگران را به عضویت در انجمن تشویق کردند. مراسم مستقل اول مهمه تا سال 1375 در همه جای ایران در خارج از شهر و یا در محافل کوچک برگزار می شد. پس از این راهپیمایی‌ها و این تظاهرات‌ها و مراسم‌هایی که در واحدهای تولیدی مختلف هم که برگزار می شد، ما به سالهایی برمیگردیم که رژیم اومد در واقع سرکوب و وسیع رو در دستور خودش گذاشت، همونطور که احزاب و سازمان‌های سیاسی رو سرکوب کرد، سازمان‌های اجتماعی از جمله سندیکاهای موجود، شوراها، کمیته‌های کارگری که وجود داشتن رو سرکوب کرد. اما پس از این سرکوب سیاه من تا اونجایی که به خاطر دارم و مسائل رو دنبال کردم، مراسم اول مهمه همیشه در ایران برگزار شده. حتی در اون سالهای سیاه سرکوب که ما تو ایران هم بودیم این مراسم برگزار می شد، ولی این مراسم ها و در سالهای اولیه بعد از سرکوب، یعنی سالهای 60 دهه 60 به صورت محافل کوچیک خب و در محافل خانوادگی یا در مکانهای معینی به طور کوچک برگزار میشد. مراسم مستقل اول مهمه از سال 1369 تا سال 1375 در همه جای ایران در خارج از شهر و یا در محافل کوچک برگزار میشد. در سال 76 برای اولین بار مراسم اول مهمه در شهر سقز به صورت علنی و در سطح شهر برگزار شد. کارگران خباز بدون اجازه دولت
سالنی به اسم بید هندی را رزرو کردند و در آنجا مراسم مستقل خود را برگزار کردند. مردم زیادی به استقبال این مراسم رفتند. سخنرانی‌ها و مقالاتی که در این مراسم اجرا شد به لحاظ سیاسی و طبقاتی بسیار پرمحتوا بود. در سال 1377 نیز مراسم اول مهمه در سالن شهرداری شهر سقز برگزار شد. در میان سخنرانان گرایشات مختلفی موجود بود. یک عده سخنانشان را با آیه‌های قرآن و کلمات مذهبی شروع کردند. یکی از سخنرانان این مراسم محمود صالحی بود. او سخنانش را با بیان خلاصه‌ای از تاریخچه اول مه شروع کرد و ماهیت اداره کار و خانه کارگر و شوراهای اسلامی را برملا کرد. صحبت‌های محمود صالحی مورد تشویق گرم شرکت کنندگان قرار گرفت. فضای حاکم بر سالن برگزاری مراسم حتی بعضی از مسئولین شهر مثل مدیران اداره‌های مختلف را وادار کرد تا به دیده احترام به فعالین کارگری نگاه کنند. اما در مقابل فرماندار و مسئولین حفاظت اطلاعات تهدیدشان را شدت دادند. در مراسم سال بعد یعنی سال 1378 کارگران مراکز دیگر هم حضور داشتند. کارگران با پلاکاردها و شعارهای مخصوص خود مراسم را در سالن شهرداری سقز برگزار کردند. همزمان در میدان بهارستان شهر تهران نیز کارگران تجمع کردند و خواستار مسکوت ماندن طرح خروج کارگاه‌های کوچک از مشمول قانون کار شدند. سال 78 در تهران مراسمی از طرف خانه کارگر برگزار میشه در بهارستان که فعالین کارگری با هدف یعنی به عنوان یک روشی که شرکت بکنند در این مراسم و از این مراسم تبدیل به یک مراسم اعتراضی و طرح خواسته های کارگری بکنند درش با برنامه ریزی از پیش کرده شده در این مراسم شرکت کردند و ما میبینیم وقتی که این سردمداران خانه کارگر ختم برنامه رو اعلام میکنن فعالین کارگری مستقل در اونجا مسئله ادامه این حرکت رو به صورت راهپیمایی مطرح میکنن که این راهپیمایی ادامه پیدا میکنه و به طرف شاه‌آباد و ولیعصر کشیده میشه که در بعد از اون میبینیم که به طور وسیع میان جلوشونه میگیرن و مانع از این میشن که این کارگران به طرف جنوب شهر حرکت بکنن و کارگران تو این رابطه مورد ضرب و شتم قرار میدن. مراسم‌های اول ماه مه سال به سال رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گرفت. هر ساله تعداد شرکت کننده ها بیشتر و بیشتر می‌شد و اوج آن در سال 80 بود. در مراسم این سال حدود 2000 نفر در شهر سقز در سالن کاوه تجمع کردند. با توجه به ازدحام جمعیت و ترس نیروهای اطلاعاتی از این ازدحام جمعیت، محمود صالحی را قبل از سخنرانی دستگیر کرده و بردند. اعتراض حاضرین به دستگیری محمود صالحی شدت گرفت و فرماندار را وادار کرد به اداره اطلاعات زنگ بزند و اعلام کرد اگر تا 10 دقیقه دیگر محمود صالحی را آزاد نکنید من دستور می‌دهم نیروی انتظامی از شهر خارج شود. بعد شما خودتان جواب این مردم معترض را بدهید. بلافاصله نیروهای اطلاعاتی محمود صالحی را به سرعت برگرداندند. محمود صالحی با استقبال گرم حاضرین روبرو شد. فرماندار و رئیس شورای شهر دست محمود را گرفتند و جلوی میکروفون بردند و به این ترتیب محمود صالحی سخنرانیش را شروع کرد. اول مه سال 82 نیز در اسلام شهر بیش از 200 نفر از کارگران و فعالین کارگری گرد هم آمدند. همزمان در چند شهر دیگر مراسم برگزار شد. در سال 83 مراسم روز جهانی کارگر در سالنی در جاده مخصوص کرج با حضور بیش از 100 نفر برگزار شد. سال 83 از حساسیت خاصی برخوردار بود. در تاریخ 3 اردیبهشت 1383 هیئت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری راهی ایران شد.
در این راستا محمود صالحی همراه با محسن حکیمی به عنوان مترجم علیرغم همه موانع موفق شدند تا در تاریخ 10 اردیبهشت 83 با این هیئت ملاقات کنند. محمود صالحی شرایط کار و زندگی کارگران ایران، برخورد سرمایه‌داران و محافظانشان با کارگران و ممانعت محافظان سرمایه از برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه و همچنین تلاش و مبارزه این طبقه برای احقاق حقوق خود را با ارائه فاکت به این هیئت ارائه کرد. او به اطلاع هیئت رساند که دولت علیرغم تلاش کارگران مجوز برگزاری مراسم اول ماه مه را نداده و با این حال او و بقیه کارگران تصمیم دارند مراسم روز جهانی خود را برگزار کنند. سال 1383 فعالین کارگری یک شورا تشکیل دادند. شورا قاطعانه تصمیم گرفت که مراسم اول ماه مه را همزمان با همطبقه‌های خود در سراسر جهان برگزار کند. شورا به تمام ادارات و تشکل‌های دیگر در سطح شهر سقز دعوتنامه فرستاد و از آنها درخواست کرد تا در مراسم اول ماه مه شرکت کنند. یکی از این تشکل‌ها سندیکای کارگران خباز بود. با توجه به حضور عده‌ای محافظه‌کار در رأس سندیکا، آنها به درخواست شورا برای برگزاری مراسم مشترک جواب مثبت ندادند و تصمیم گرفتند مراسم اول مه را با شورای اسلامی کار و خانه کارگر و دیگر نهادهای دولتی در سالن کاوه برگزار کنند. شورا از فرمانداری درخواست مجوز کرد. فرمانداری تا آخرین لحظات، یعنی روز اول مه، هیچ جوابی به کارگران نداد. در این فاصله حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی مستمراً کارگران را احضار و تهدید می‌کرد تا مانع از شرکت آنها در مراسم اول ماه مه شود. کارگران در مقابل این تهدیدات اعلام کردند ما مصمم هستیم تا مراسم خود را برگزار کنیم. ماموران اطلاعات وقتی که با قاطعیت کارگران روبرو شدند، به آنها فشار آوردند که مکان برگزاری مراسم را اطلاع دهند. کارگران 3 مکان مختلف را اعلام کردند. بلافاصله این مکانها به اضافه محوطه خانه‌های فعالین کارگری توسط نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی‌ها محاصره شد. اما مکان اصلی برگزاری اول مه پارک کودک شهر سقز بود که مأموران اطلاعاتی از آن بیخبر بودند. نیروهای اطلاعاتی و انتظامی تا ساعت 3 بعد از ظهر آن روز قادر نشدند از محل برگزاری مراسم باخبر شوند. کارگران به طرف پارک کودک حرکت کردند. مأموران اطلاعاتی مکان برگزاری اول مه را شناسایی و به آنجا حمله و بیش از 50 نفر از کارگران را دستگیر کردند. کارگران دستگیر شده مراسم خود را در داخل زندان برگزار کردند. فعالین کارگری با حمایت‌های بین‌المللی روبرو و کارزار وسیع بین‌المللی در حمایت از دستگیر شدگان به راه افتاد. اکثر کارگران روز بعد آزاد شدند، اما 7 تن از فعالین کارگری برای مدتی در زندان ماندند. محمود صالحی، محمد عبدیپور، جلال حسینی، محسن حکیمی، برهان دیوارگر، هادی تنومند و اسماعیل خودکام از جمله فعالین کارگری بودند که برای آنها پرونده سازی کردند. مبارزات طبقه کارگر مرزها را در نوردید و با حمایت همه جانبه تشکل‌های کارگری و بدنی آن تشکل‌ها روبرو شد. نقطه عطف مبارزات کارگران خباز سقز این بود که طیف‌های مختلفی را حول مسائل کارگری بسیج کرد. همه این تلاش‌ها پیش درآمد و سرآغاز دور دیگری از پیشروی مبارزات جنبش طبقه کارگر شد. این حرکت‌ها در واقع ادامه پیدا میکنه. این به عنوان یه دونه روش ادامه پیدا میکنه و تا ما میبینیم که مثلا سال 83 تو مخبر دوله هم همین مسئله بوده. سال 1384 نقطه عطف دیگری در تاریخ مبارزاتی جنبش طبقه کارگر است. در این سال کارگران سندیکای واحد توانستند تشکل خود را بازسازی کنند و با اعتصابات خود رژیم اسلامی را به لرزه درآورند.
اعتصاب کارگران شرکت واحد در 8 بهمن ماه 1384 به حدی گسترده بود که به موجب آن کارگران در ایران بار دیگر به قدرت اعتصاب در دل خفقان پی بردند و به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحمیل مطالبات خود از آن استفاده کنند. قالیباف شهردار تهران به درخواست کارگران تن نمی‌داد. کارگران واحد در اعتراض به دهنکجی این حامی سرمایه دست از کار کشیدند. این اعتصاب در پی آن انجام گرفت که شهردار تهران، قالیباف و مدیر عامل وقت شرکت واحد حاضر نشدند خواست کارگران را عملی کنند. در این اعتصاب بیش از 500 تن دستگیر شدند و بیش از 400 تن از کار اخراج شدند که با پایداری و تلاش کارگران شرکت واحد اکثراً از زندان آزاد و بعد از مدتی به سر کار خود بازگشتند. اما اعضای هیئت مدیره این تشکل کماکان زیر فشار و سرکوب و ضرب و شتم حامیان سرمایه قرار گرفتند. کارگر زندانی آزاد! در سال 1384 حدود 500 نفر از کارگران و فعالین کارگری همراه با خانواده‌هایشان در سطح شهر راهپیمایی کردند. در شهر تهران مراسمی توسط خانه کارگر در استادیوم 12,000 نفری آزادی ترتیب داده شد. کارگران اما با شعارها و بیان خواست و مطالبات واقعی خود و ایراد سخنرانی رادیکال به سطح دستمزدهای تعیین شده توسط شورای عالی کار اعتراض کردند. آنها علیه قراردادهای موقت شعار سر دادند و خواستار حق اعتصاب و تشکل برای کارگران شدند. پس از مراسم خانه کارگر، چندین هزار کارگر در خیابان طالقانی تهران با سر دادن شعارهایی در رابطه با معیشت، حق اعتصاب، ایجاد تشکل، اعتراض به قانون کار و غیره راهپیمایی کردند. ایجاد شعار سیاسی به دست گرفتن اهرم سیاسی به وسیله کارگر علیه اسلام و علیه نظام اسلامی در برنامه دشمنان اسلام و دشمنان جمهوری اسلامی بود تا امروز. 30 سال است که آنها تلاش میکنند از این اهرم علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند. در اول مه سال 85 حدود 300 تن از کارگران راننده شرکت واحد در شرق تهران گرد هم آمدند به سرکوب سندیکای شرکت واحد و دستگیری اعضای هیئت مدیره اعتراض کردند. کارگران در مقابل دفتر اصلی سازمان اتوبوسرانی شرکت واحد با سر دادن شعار و با در دست داشتن پلاکاردهایی تجمع کردند که با یورش مأموران امنیتی و اطلاعاتی روبرو شدند. همزمان بیش از 100 نفر از کارگران در ترمینال غرب تهران تجمع کردند. در ورزشگاه شیرودی نیز 2000 کارگر به سمت میدان هفت تیر راهپیمایی کردند که مأموران امنیتی به صف کارگران حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در سال 1386 کارگران در سنندج روز جهانی کارگر را در مقابل اداره کاری شهر برگزار کردند. همزمان جمع دیگری از کارگران در مقابل سازمان تامین اجتماعی در خیابان سیروس تجمع کردند و اول مه را گرامی داشتند. من مشخصا سالهای 86 و 87 در مراسماتی که به همین مناسبت اول ماه مه در شهر نقده برگزار کردیم در خودم حضور داشتم و این مراسمات رو ما در شرایطی برگزار کردیم که شدیداً و دائما تحت به اصطلاح فشارها و احضارها و دقیقاً حتی زمانی به اصطلاح پس از دستگیری اعضای کمیته هماهنگی در سنندج برگزار کردیم که نهادهای امنیتی و انتظامی و نظامی اینا به شدت هشدار می‌دادن تو تمام شهرها فضا رو کاملا میلیتاریزه کرده بودن. ولی خب با توجه به ضرورت و اهمیتی که این روز در تقویم مبارزاتی طبقه کارگر و فعالین کارگری داشته، ما هم به اصطلاح تصمیم رو بر این گرفتیم که علیرغم اینکه
با توجه به شرایط شهری که ما به اصطلاح درش بودیم، شهر نقده و جو و فضایی که اونجا حاکم بود، علنا به این توازن واقعا وجود نداشت که و یا حداقل به لحاظ فکری ما یه سری به لحاظ مانع فکری و نظری به این نتیجه گیری نرسیده بودیم، ولی و به که مراسم رو به شکل علنی به داخل شهر و در خیابان‌های پرجمعیت برگزار کنیم. سال 86 در امجدیه این مسئله یا ورزشگاه شیرودی میبینیم که اصلا اینقدر این قضیه وسعت پیدا میکنه که این وابستگان رژیم که نام کارگری رو با خودشون یدک میکشن اصلا نمیتونن مراسم تو امجدیه برگزار بکنن، که اینقدر این مسئله شعارها و چیزایی که از طرف فعالین کارگری مستقل مطرح میشه مانع از برگزاری میشه. حتی کارگران خواهند اینن که برن توی تریبون صحبت بکنن، که اینا هم میان یه جوری سرتای قضیه رو به هم میارن و قضیه رو خاتمه میدن، که تو همین رابطه هم باز کارگرها شروع میکنن با راهپیمایی به طرف دانشگاه تهران، که میبینیم که این لباس شخصی ها و موتوری ها به طور وسیع وارد کارزار میشن و مانع از ادامه راهپیمایی کارگران میشن و کارگران رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و ما شاهد دستگیری هایی تو همین رابطه بودیم، که بعد از این میبینیم که خانه کارگر دیگه اصلا تمایلی به برگزاری راهپیمایی نداره. از آن پس و در سالهای گذشته تشکل‌های کارگری و فعالین کارگری در شهرهای مختلف مراسم روز جهانی خود را به طور مستقل و با خواسته‌های رادیکال سازماندهی کردند. با سال 87 ما شاهد به برگزاری مراسم کارگری در تعاون مصرف کارگران فلزکار و مکانیک بودیم. سال 88 که همین مراسم هم قرار بود که در تعاون مصرف کارگران فلزکار و مکانیک برگزار بشه و برگزار میشه، که این سالیه که ما شاهد برگزاری مراسم در پارک لاله هم هستیم. پارک لاله تهران در سال 80 شاهد حضور طیف وسیعی از کارگران و فعالین کارگری بود. ماموران امنیتی به صف کارگران در پارک لاله یورش بردند و در نتیجه آن 150 نفر از شرکت کنندگان دستگیر و زندانی شدند. رغم تمامی این سرکوب‌ها، تمامی بگیر و ببندها، اذیت و آزارها و ترفندهایی که نظام سرمایه‌طلب سالیان اخیر در جهت منع و محدودیت برگزاری مراسمات اول ماه مه انجام داده، خوشبختانه مراسمات اول ماه مه با سنت‌های انقلابی خودشون رو تحمیل کردن و کماکان این مراسمات برگزار میشه. نیروهای امنیتی ترفندهای بسیار کثیف و فریبکارانه‌ای متوسل شدن، در خانواده‌های کارگری رفتن و حتی با زور و تهدید از اونا خواستن که در مراسم اول ماه مه امسال شرکت نکنن. فعالین کارگری رو احضار کردن به اصطلاح ستاد خبری اداره اطلاعات و علیرغم فشاری که بهشون وارد کردن که باید تعهد بدن که در مراسم اول ماه مه امسال شرکت نکنن، ولی با جواب رد و قاطع اونا مواجه شدن و در واقع رژیم هیچ چاره‌ای نداره به غیر از اینکه سنگ‌اندازی کنه و قطعاً مجبور به تحمل یه سری مراسماتی خواهد بود. در آستانه اول ماه مه هستیم. تبریکات خودم رو نثار تمام کارگران در جهان بخصوص کارگران ایران کنم. روز به روز بورژوازی متشکل‌تر میشه، روز به روز بر علیه خواسته ما روز به روز با توان بیشتر جلو میان. این ما راه مقابله اینه که ما متشکل میشه. اتفاقا اول ماه مه یکی از روزهای اگر 4 روز اتفاق میافتاد جهان تغییر میکرد به نظر من، چون این روز تمام کارگرها به طور بالقوه با هم متحدن
همه دلهاشون به هم میتپه. اینه که هم دیگه رو میشناسن، میدونن. اینه که روز اول ماه بهترین روزه که برای اینکه یک جمعیتی درست کنن، بتونن راهپیمایی کنن و خواستاشون رو مطرح کنن، ضمن که این جمعیت رو از دست ندن، دوباره بتونن کار بکنن، همدیگه رو نگه دارن. در هر حال امیدوارم اول ماه مه امسال باشکوه‌تر از همیشه برگزار بشه و ما شاهد برگزاری مراسم‌های مستقل بسیار وسیع کارگران و پیشروان فعالین کارگری تو شهرهای مختلف ایران و تو سراسر ایران باشیم. امیدواریم که تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین کارگری تا آنجایی که مسئله سرکوب به شرایط مشخصشون بهشون اجازه میده بتونن هرچه وسیع‌تر و متحدتر و دست جمعی‌تر در صورت بیانیه این خواسته هاشون رو مطرح بکنن و از طرف دیگر با اتحاد عمل همونجوری که شرایط ایران اجازه میده، این خود تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین کارگری در ایران هستن که تشخیص میدن چه روشی رو امسال به کار بگیرن. امیدوارم که مشترکاً به نتیجه‌ای برسن و متحدانه این مراسم رو در ایران پیش ببرن. هر سال تشکل‌های کارگری و فعالین کارگری اول مه را به صورت مستقل برگزار می‌کنند و این دستاورد مهمی است. اکنون جنبش کارگری یک نیروی اجتماعی و سیاسی است که همه طبقات به قدرتش اعتراف دارند و همه نیروهای سیاسی، ام از دولتی و غیر دولتی، آن را در محاسبات خود منظور می‌نمایند. از سوی دیگر تاکید بر آزادی بیان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و پایان دادن به مجازات اعدام نشانه پیشتازی طبقه کارگر در مبارزه برای تأمین آزادی‌های دموکراتیک در جامعه است. برگزاری اول ماه مه علیرغم همه محدودیت‌ها و سرکوب عریان یکی از سنت‌های جا افتاده جنبش طبقه کارگر ایران است و تا کارگران به این حق جهانی خود دست نیابند این مبارزه ادامه خواهد یافت. Bernard.